با برنامه جان استادی عزیزم و کسا برای ما استاد هستند. بسیار دوست می داشتم سرودخوانی و کسا رو. رهکای غریبی را کجم بینو مدختری غریبی را نغز بینو رهکای غریبی را کجم بینو مدختری غریبی را نغز بینو. سلام بینندگان عزیز، مخلصان هنر اصیل، مهمون کاشانه های شما است برنامه چهره آشنا از کانال تاجیکان گروپ. یادآور می شویم که شریک برنامه ما هستند تالار مبل امباود و شرکت صاف سودا. اگر موی سر شما می ریزد یا خود را فربه و یا خراب کردن می خواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده می شود، پس مشکلات شما رو شرکت صاف سودا حل کرده می تواند. بینندگان عزیز، با درخواست های زیاد شما ما تصمیم گرفتیم در این برنامه هنرمندی واقعا هم پرهنر، هنرمندی که با ترانه های دلنشینش در دل و دیده نه تنها تاجیکان حتی بیرون از مرز جا گرفته است و طول چندین مدت با سبب‌های به ما و شما نامعلوم روی صحنه هنر نبودند و بسیاری ها سوال میکردند که او کجا شد، چرا دیگر سرود نمیسراید، چرا دیگر روی صحنه هنر نیست. و ما تصمیم گرفتیم که به همه این سوال های شما خود او را به برنامه دعوت کرده از او پرسان شویم که مدت چند کجا بودند، پای چه کار بار بودند و چرا سرود و ترانه های نو پیشکش مخلصانش نمی کردند. مهمان نوبتی برنامه ما هستند هنرمند خوش‌آواز که ترانه های واقعا هم مرغوب دارد، شرف قربان. سراول مهمان رو به برنامه خوش آمدید میگوییم و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتند و به برنامه چهره آشنا تشریف آوردند. یک سلام با شما عبدالرحمن جان عزیز و دیگر سلام با تمام بینندگان مخلصان عزیزی که دیر باز ما را انتظارند. بینندگان عزیز، به همه ما و شما معلوم است که شرف قربان رو شما محض با ترانه خبر ندارد یارم شناختید و این ترانه نه تنها در تاجیکستان حتی بیرون از تاجیکستان محبوبیت پیدا نموده بود. بینندگان عزیز، امروز میبینیم که شرف قربان با خود حتی نوازنده های خویش یعنی انسمبل خود را نیز تا قدر امکان اینجا آوردند برای شما موسیقی زنده با صدای زنده ترانه ها پیشکش میکنند. مرحمت خواهش میکنیم ترانه خبر ندارد یارم رو یک پارچه پیشنهاد شما میگردانم، بعدا صحبت رو آغاز میکنیم. خبر نداره یارم از حال دلی زارم، خبر نداره یارم از حال دلی زارم، آورم بگین یارم علمای دلی زارم، آورم بگین یارم علمای دلی زارم، ای میره میگه مویورده علمای دلی زارم، ای میره میگه مویورده علمای دلی زارم، آورم
میگم تو رو نامهربانم فرح دیگر نمون سرپای میشم فرزان و بیچشمانم عزیزم تو را خانم بخود یک پای میشم مرزان و بیچشمانم عزیزم تو را خانم بخود یک پای میشم خبر نداره یارو از حال دیلی زارم خبر نداره یارو از حال دیلی زارم بره بگه یارو علمای دیلی زارم خبر بگه یارو علمای دیلی زارم علی مره بگه مویاتا علمای دیلی زارم علی مره بگه مویاتا علمای دیلی زارم خبر بگه یارو 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 علمای دیلی زارم سلامت باشید. صلویتون خسته نگرده. واقعا هم هنرمند اصیل هر کجا باشد قدر بیند و صدر میشیند و میخواستم اطرافی ان همین سرود کمی صحبت کرده باشیم که شعری کیست، آهنگی کیست، چگونه تولید شد که واقعا هم میان مردم مشهور و محبوب گردید. راستی این سرود سالهای 2010 بود یک دودر داشتیم با نام دولت نام داشت کسان میخوندن. اصلا این سرودی انگریزی رحمان است. بله. و ما تصمیم گرفتیم که خطی همین دودرکمون پیش استاد بریم بگیم که خیلی همین سرود امکانیتش قدری بلند بالا را دارد. باید که ایرا سرود به قدرش رسیدن در کار. بعدا با یک برادر دیگر که استودیو سپرمارجون میگفتن و برادر خطی هم صحبت شدیم پیش استاد رفتیم گفتیم که همین سروده ما باید زمزمه کنیم بین مردم پیشنهاد کنیم. دیگر گفت شرف جان برای شما ما نگفتن نمیتونیم. بله ما همین سروده آورده و در بگیم که نوازندمون در استودیو ثبت خودش فردوس میرزایف ارانژировка یعنی با تنظیم گرفتن اما پیشنهاد کردن و بین مردم پیشنهاد کردن. یعنی خوب پذیرفته شد از جانب مخلصان. بله. و سوال اساسی که امروز مخلصان بیشتر پرسان شدن مدت طولانی شما روی صحنه هنر نبودید، کجا بودید، پای چی کار بود، چرا سرودهای نو پیشکش مخلصان نگرداندید؟ بسیار سوال خوب است. من سالها بسیار امکانیتی سرود خواندن نداشتم. در خارجه بودم، بعضی از وقتها در کشور بودم، اما امکانیتی نشد که من سرود ایجاد کنم. امکانیت ها شدند تا اندازه که با بگیم که موسیقی MP3 کردیم تیار کردیم امکانیتی برآمد کردن نتوانستیم. بسیار نوار یا کلیپی آن را نتوانستید که پیشنهاد مخلصان. بسیار منظرت بسیار هم طلب میکنم از تمام مخلصانی که تا حال ما را همراهی میکنن، تا حال با ما هستن، بسیار دوستشان میدم، بسیار عزیزم برای ما، قدر میکنن ما را. امیدوارم که آینده ما که نو کار سر کردیم با دوی شما ما هم روی صحنه هنر. یعنی شرف قربان با ترانه های جدید دوباره روی صحنه می آیند. بله. و چون از سفرهای هنری از خارج اینجا صحبت کردید، ما میدونیم که شما در چندین دولت‌های خارجی بودید، با هنرمندان خارجی همکاری داشتید، با آهنگسازان، مخصوصاً با هنرمندان و آهنگسازان جمهوری اسلامی افغانستان. بله. و میخواستم اطراف همین سفرهای هنری و همکاری ها کمی صحبت کرده باشیم. از افغانستان با کدام هنرمندان رشته همکاری و دوستی داشتید؟ من راستی در تاجیکستان سرود میخوندم
کار هم میکردم. بسیار جوان بودیم. در یکی از طرابخانه‌های نامداری فراهنوز کار میکردم. در اونجا بسیار مخلصان زیاد بودن. راستی روی صحنه هنر نبودم در اون سالها. مخلصان زیاد شدن. از همونجا آمدن گفتن که مقصد ما باید افغانستان شما را ببریم، در همونجا یک کنسرت پخش کنیم. دعوت کردن. بله دعوت کردن که رفتیم. دیگر در اونجا دوستای ما زیاد هستن. همینجا که شناسیم تاجیکستان در افغانستان بشیر وفا میگفتن، ادریس ایجادی میگفتن، نقیب نکان یا دوستای ما هستن. بسیارن اکثر اگر نامای او را که بگیریم که این روز که خلاص نمیشه. از استاد امیجون صبوری است، فرهاد دریا است، دوستانی که ما رو همراهی میکنن. از آهنگ‌های ایشان نیز گمان میکنم سرایده. البته استاد امیجون صبوری، استاد امیجون صبوری یک سرودی غریبی که میخوندن با گپ با بالاها کشیدن. غریبی یعنی که از گپ میبراید و عاقبت غریبه میشود بودن. همه ترانه رو زمزمه کردیم. ما میدونیم که شما قبل سرپرست نیز داشته و در کارهای ایجادی شما در تهیه کردن سرود و کلیپ ها به شما کمک میکردن و میبینیم که امروز از روی مشاهده ها شما سرپرست ندارید، چون که هنرمند به سرپرست یک قدم پیش رفته نمیتواند. بله. چون که در صنعت به سرپرست به مبلغ نمیتوان سرود کلیپ پیشنهادی مخلصان نمود. یعنی چی باعث شد سرپرست شما کجا شدن؟ درباره سرپرست سخن کردیم. من راستی تا حال سرپرستی من مادرم بود. اکنون که اون کسا بگیم که ازی که امکانیت ندارن، بازی ما سرپرستی مادرم ما خودمون هستیم. بله. و همکنون سرپرستی برنامه ما تمام ایجادیات ما امیرجون خیرالله امیری است. برادر ما دوستی ما که کم کم در روی ایجادی ما را نو دستگیری میکنن. بسیار منادور خود رو با اون کس میرسونم. خلاص همین. و شما با سفرهای هنری به مملکت‌های خارج نیز بسیار سفر کرده اید. ما میدونیم در سفرهای هنری کی شما رو راهنمایی میکرد، همراهی و سرپرستی میکرد. ما میدونیم که شما با چندین دولت ها سفر هنری داشته سالهای قبل. و کدام دولت ها سفر کرده بودید؟ دولت ها با روسیه رفته ایم، با افغانستان رفته ایم. چون اکثر مخلصان برنامه ما مهاجران غریبان هستند و شما نیز چند ترانه غریبی پیشنهاد مخلصان گردانیده اید و اینجا خواهش میکنیم که با آواز زنده، با موسیقی زنده یک ترانه غریبی پیشنهاد مخلصان برنامه میکنیم، بعدا با صحبت را ادامه میدهیم. یادآور میشویم که شریک برنامه ما هستند تالار مبل امبود و شرکت صاف سودا. اگر موی سر شما میریزد یا خود را فربه و یا خراب کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده می شود، پس مشکلات شما رو شرکت صاف سودا حل کرده می تواند. غریب چایون مسافرم و سر بمانم در زانوی آچه. مرا هر شب در خواب میبینی، خواب میبینم با چشم پر آبوچه. رهکای غریبی را کج میبینم و دختری غریبی را
دیگه غریبم نکنی از بالایش به نصیبم نکنی ای چرخ فلک دیگه غریبم نکنی از بالایش به نصیبم نکنی غریب بچه‌یم غریب بچه‌یم غریب بچه‌یم مسافرم غریب بچه‌یم غریب بچه‌یم غریب بچه‌یم مسافرم ای چرخ فلک دیگه غریبم نکنی از بادایش به نصیبم نکنی غریب بچه‌یم غریب بچه‌یم غریب بچه‌یم مسافرم غریب بچه‌یم غریب بچه‌یم غریب بچه‌یم مسافرم سرود غریبی بود در اجرای شرف قربان، سرود جدید برای مخلصانی که در غریبی هستند. و امروز ما میبینیم که شما از عهده نواختن چندین اسباب‌های موسیقی به خوبی میبرید. ما راستی بسیار دوست می‌دارم هنرمندی که حرکت میکنه در ساحه جاده موسیقی یا نه تنها بیرون از موسیقی. هر کسی که در راه زندگی خود یک در دل آرزو دارد همون به آرزو میرسد. اگر کسانی که در صنعت میخوان که جدید باشند، جدی موفق شوند، کوشش کنن از دل. یگان کاری که نیست که آسان نباشد. کوشش کنن از دل حرکت کنن، کار کنن، یاد میگیرن، بر آرزوشون میرسن. عبدالرحمن جان، ما بسیار شاگردها در ساحه گیتار شاگردها بسیار دارم. راستی خودم نه اونقدر شاید خوب نواخته تو نمونه که به هر حال سرودهایی که خودم میکنم از ایجادیات خودم مینوازم. چی رو گفتنیم که از عهدهش برآمده میتوانم. بغیر از گیتار باز کدام اسباب‌های موسیقی رو؟ من اسباب دو تار مینوازم، تار مینوازم، دنبورا مینوازم، کم بیش مینوازم، اسباب پیانو مینوازم. من راستی خوندگی اسباب برقی رو نیز بله سینتزاتورها مینوازم. و برای بیشتر مخلصان زندگی پس پردگی هنرمند خیلی عجیب میتوبد. میخوان که درباره زندگی پس پردگی هنرمندان معلومات داشته باشن که چگونه حیات و فعالیت دارن، اویله‌دار هستن، فرزند دارن. و میخواستیم چند سوال از شما کرده باشیم که شرف قربان اویله‌دار هستن، بله، فرزند دارن، یعنی در زندگی اویلوی نیز خود رو خوشبخت می‌حسابید؟ بله عبدالرحمن جون عزیز، من اویله دارم، صاحب 3 فرزند هستم، 3 دخترچه، نصیبه جون، نظیره جون، راحیله جون. خیلی درباره پسی و بلندی زندگی که صحبت کردیم، چی رو گفتنیم؟ درد و غم زندگی را جز تحمل چاره نیست. بله. این شکستی تلخ را مردم نباید باید کشید. به هر حال باید که ما کوشش کنیم استوار باشیم. یک بار که شکست خوردیم باید که کوشش کنیم که خود را برقرار کنیم. بله. و
اکثر هنرمندان ما در زندگی اویلوی یک مدت خوشبخت هستند و بعد از چند زندگی آنها یعنی از هم دیگر جدا می شوند و بعضی ها بعد از جدا شدن روی صحنه میان، بعضی ها برعکس. و چون شما هنرمند هستید، در کلیپ ها نقش می‌بازید، ترانه ها میخونید، با دختران زیبا شاید در کلیپ ها نقش می‌آفرید و اویله شما، زن شما رشک نمیکنند؟ راستی تا حال ما عموما این فکر هم در سرمون نیامده است که ما با یکدیگر رشک کنیم در زندگی. فقط در والدین من دوستداری است تمام، بغیر از دوستداری دیگر چیزی رشک زیادی یعنی تماما وجود رشک ندارد. چون با چندین هنرمند صحبت داشتیم، گفتن که رشک میکنند، حتی حالت‌های شده است که همین کلیپ سازی و کلیپ بازی کنی باعث جداشوی اویله‌های صنعتکاران شده است. بله بله. و امروز جای همچون هنرمند فعالیت دارید؟ من راستی در اون انسامبل شرف وزارت مدافع کار میکنم، در همونجا به حیث هنرمند آوازخوان فعالیت میکنید. و به اندیشه شما برای مشهور شدن آوازخوان چی بیشتر نقش کلیدی دارد؟ هنر و استعداد، سرپرست، مبلغ و یا رکلام؟ اول هنر خوب، دوم انتظام خوب. هنر انتظام خوب که باشد سرپرست پیدا می شود. یعنی شما گفتنید که به مبلغ و به رکلام می توان مشهور شد. هستن استعدادهای امروز در دهات که به حد آواز خوب دارن، صدای خوب دارن، اما از سبب اونه که ترانه پیشنهادی مخلصان کردن نمیتونن، کلیپ کردن نمیتونن، سرپرست ندارن، برای عامه ناشناس هستن. من فکر میکنم که به مبلغ و به سرپرست و به رکلام آوازخوان نمیتوند مشهور شود. البته این یکم درجه است. رکلام یکم درجه است برای هنرمندی که خوب. این رکلام از جانب خود هنرمند نباید باشه، از جانب شما کارگرها باید باشه. یعنی وسایل اخباری عامه باید آوازخوان‌هایی که واقعا هم هنر دارن، استعداد دارن، باید که تبلیغ کنن. بله. و چون امروز ما میبینیم شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان رو، مخصوصا شهنواز رو 5-6 هنرمند به قول مونوپولیا کرده، ضبط کرده گرفته است، تکرار به تکرار سرود آن همون هنرمندان می رود. من اینجا نام آنها رو نمیگیرم و تماما نمیبینیم که در همین شبکه‌های تلویزیونی یگان سرود یا کلیپ شما پخش شود. شما با تلویزیون همکاری ندارید؟ من هم برادرو را میشناسم. راستیگه دوستان عزیزم، برادرم، من راستی تا حال هیچ یا که شرم داشتم چه خیلی که نتونستم گفته که شما بیایید سرودای ما رو پخش کنید. بله. اونا دعوت نکردن؟ نه راستی بود. فهمم. از هنرمندان تاجیک بیشتر با کدام هنرمندان همکاری دارید و هنر و استعداد کدام هنرمندان تاجیک رو قدر میکنید؟ البته راستی سالهایی هست من در روی ایجادیت صنعت با هنرمندا همکاری ندارم. از رشته دوستی بگیم از جمله دوستای عزیزی ما شادروان بهرام غفاری بودن، دوستی عزیز ما صدرالدین نجمی‌دین، دوستای دیگر خیلی برای ما همه صنعتکارا دوستان راستی. و چون از شادروان بهرام غفاری اینجا گفتید، واقعا هم هنرمندی خوب، هنرمندی که نه تنها میان مخلصان حتی میان هنرمندان آبروی اعتباری خاصه داشتن که همه هنرمندان او رو همچون انسان هنرمندی خاکسار میشناسند. بسیار مهربان. و متاسفانه در یک حادثه ناخوش ما رو از میان ما رفتن، ترک کردن. و با او چگونه همکاری داشتی؟ چگونه رشته دوستی داشتی؟ من راستی با بهرام جان استادی عزیزم و کسا برای ما استاد هستند، بسیار دوست می داشتم سرودخوانی و کسا رو. ما همکاری یگون سرود که از ما میشید برای بهرام جان پیشکش میکردیم که یگون سرودی ما رو بخوند و
вақте меша ягон суруди нозанини дигар мехонданд ки мо ай сурудаи шодравон мехондем. бале, гарчанде ки имрӯз миёни мо нест, аммо таронаҳои ӯ гумон мекунам ҷовидона ҳастанд ва дар архиви ё бойгонии санъати эстрадаи тоҷик боқӣ мемонанд. ва аз оҳангсозон ва шоирон бо кӣ бештар ҳамкорӣ доред? мо медонем ки шумо худатон ҳам оҳанг эҷод мекунед. бале, ман ростӣ худам оҳангсоз ҳастам. ман аз шоирон аз бисёртар аз Лоиқ Шералӣ мегирем. аз китобҳои Лоиқ Шералӣ бисёртар мехонем. мана замоне дар дилам суруд ишқу ҳавас буд. бале, замоне дар дилам Лоиқ Шералӣ аст. дигар суруде ки ҷавони беадолатро чӣ гӯям. шеъри Лоиқ Шералӣ аст. ёр меҷӯем бо ноёр қисмат мекунем. Лоиқ Шералӣ аст. аксарияти сурудои мо аз Лоиқ Шералӣ ва аз бародарам Тоҷиддинҷони Қурбон бисёр як ҳунарманд ҳунарманд ва бародари шоир шумо низ ҳастанд. тарона менависанд, оҳанг эҷод мекунанд. мо бохабар ҳастем. ва дар охири барнома аз Шарафи Қурбон хоҳиш мекунем як таронаи инҷо замзама кунам ки то ҳол мухлисон онро нашунида бошанд, яъне таронаи ҷадид агар бошад мешунавем, баъдан гуфтаниҳои шуморо дар охир хоҳем шунид. تو برام یگانمی، تو چراغ خانمی، در عالم نشانمی، بیمون کنارم، بیمون کنارم. تو وسی خش روی من، ای گلی خش بوی من، نازنین بارم، دوستت ندارم. تو باشی کنارم، من هم ندارم، شکایت از خداوندم ندارم. عزیزم تو باشی کنارم، صبر دوریت را دیگر ندارم، دیگر ندارم. بگفتی عزیزم تو باشی کنارم، صبر دوریت را دیگر ندارم. تو برام یگانمی، تو چراغ خانمی، در عالم نشانمی، بیمون کنارم، بیمون کنارم. تو هستی خشروی من، ای گلی خشبوی من، نازنین بهارم، دوستت ندارم. تو باشی کنارم، من غم ندارم، شکایت از خداوندم ندارم. یک دانم تو جان و جانانم، آمدن ای طرف خدا میدانم، خدا میدانم. تو هستی یک دانم تو جان و جانانم، آمدن ای طرف خدا میدانم، خدا میدانم. تو برام یگانمی، تو چراغ خانمی، در عالم نشانمی، بیمون کنارم، بیمون کنارم. تو هستی خشبوی من، ای گلی خشبوی من، نازنین بهارم، دوستت ندارم. تو باشی کنارم، من غم ندارم، شکایت از خداوندم ندارم. سلامت باشید، خسته نباشید. و بینندگان عزیز، باوری دارم که برنامه ما حتما پسند شما میاد، چون در اینجا با صدای زنده، ترانه های نو با موسیقی زنده پیشنهاد شما گردانیده شد و نقشه های من بعده شما رو میخوایم فهمیم. چی نقشه ها دارید، چی نیت های نیک دارید در جاده صنعت؟ البته نیت های ما همه نیک هستند. نیکی نقشه داریم که در آینده یک آلبوم نو که تیار شده است، ثبت MP3 تیار شده است، باید که
клипҳо иҷод кунем, клипҳо сабт кунем ва баъд аз ин бояд консертҳо пахш кунем барои дӯстони азизам, ки хеле шидан, муддатҳои тӯлонӣ шиданд, ки муроят кардан барои мухлисони азиз. Албатта бале, яъне Шараф Қурбон рӯзҳои наздик бо таронаҳои ҷадид ва клипҳои нав дубора рӯи саҳнаи ҳунар меоянд ва мухлисони худро шод хоҳанд гардонд. ва дар охир таманниёти шумо ба мухлисон ва бинандагони барномаи Чеҳраи Ошно? албатта бигзорам меша муваффақ бошанд. таманно дорум, орзу дорум, ки тамоми дар дилҳо чизе ки доштанд мухлисои ман, умедворам, ки ҷомаи амал бупӯшанд, дар хонадонашон пур аз самому самимият бошад, қалби пур аз тоза, рӯзҳои наздики интизор бошад. бале, бинандагони азиз, барномаи Чеҳраи Ошно буд аз канали Тоҷикон Груп. хайр, то барномаҳои баъдӣ тансиҳату пирӯз бошед. иқдоми нав ай спонсори мо Паримач. дар силкаи зери видео бидад ромада регистратсия кирд, дар 50 сомон ставка кирд, дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ, наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кирд. Заряжай на лето с Паримач.